سورپرایز نگن و قسمی نکنن. ما گفتم ها امی او یخ یا خورم یا یک کم زر آلو بولو. از ما پرسان کردی نظر مرا. آه. ما میگم اینمی آلو بولو را بگی از ماشین جوسر بکش دبای او یخ پرتو صحیح. باز نوش جان کو دل تازه میشه. حالا سخی زوف کده. سخی زوف کرده. سخی جان آجی خوب است. جان جوره لالا چی شد؟ خاو دیدی سخی چیز؟ نه خاو خودی دی قصه سخی جان کنه خاو بودی بله ها. خاو رفتی بچهش بعد از 10 روز ما آمدیم یک کدمه واز قصه راحت شده اعصابش. ها ما گفتم از امی کارای تان کده یک بار نسوار خاو دیدی البته صحیح شد بله ها. در برنامه کومنتار که میخواندم میگن وقت باز میگفتن که اجمل جان نیست چه وقت میای ساعتمندی پدرم پرسید در خودم شخصی پیام میدادن نه پرسان نکن. از همتان قلبا سپاسگزار هستم دوستای عزیز و در کنارش پدر جانم الحمدلله مصطفی جان وضعیتش بعد از اینکه ما پیش از اینکه ما برم وضعیت رویش خوب نبود بعد از اینکه ما اونجا رفتم مرا دید و شش تیم و قصه کردیم و گپ زدیم و برش رویه دادم الحمدلله و جان رویش کامل شکر 7-8 روز هیچ غذا نخورده بود بجز از این جوس و او خلاص دیگه غذا نمیتونست بخوره سرش بد میخورد دیگه کم کم تا آمدن من دمی در روز که گذشت نانم سر خوراکم دوباره آمد رویشم خیلی خوب شد بهتر شد